شنیدین میگن بکش و خوشگلم کن؟ جریان همین خالکوبی کردنه که با همه زیباییش 1000 تا دردسر داره. حتما میگین چه دردسرایی؟ خب زود عضو کانال لنز بشید تا بگم براتون از جریانای بازیگرای معروف و تتوهاشون. شماره 1. چاغاتای السوی. یه خالکوبی چه کارا که نمیکنه، چه سوء تفاهما که به وجود نمیاره. نمونش تتوی روی سینه چاغاتای که نوشته بدون تاریکی هرگز ستاره ها رو نمیبینیم. اما از شانس بعد چاغاتای شیما سوباشی هم باید یه پست با همین متن بذاره و رسانه ها رو عین بمب منفجر کنه و باعث کلی شایعه بشه که چی؟ که چاغاتای و شیما با هم رابطه داشتن و بابا اصلا دلیل طلاق شیما از همسرش همین عشق بین اون و چاغاتای بوده. به حق چیزای ندیده و نشنیده. شماره 2. هانده ارچل. میدونستین مادر هانده عاشق پروانه ها بوده و اونو پروانه من صدا میزده؟ الان 2 سالی میشه که این مادر دوست داشتنی فوت کرده و هانده بعد از فوت مادرش به یاد اون عکس یه پروانه رو پشت گردنش خالکوبی کرد تا پروانش همیشه همراهش باشه. شماره 3. بیرجه آکالای. بیرجه عاشق خالکوبیه و تا حالا 7 تا خالکوبی روی بدنش انجام داده، از جمله عکس یه گربه و یه پروانه. اون حتی اسم همسر دومش سارت رو هم روی شونش خالکوبی کرده بود که بعد از جدایی مجبور شد اونو پاک کنه. بعد از اون بود که اعتراف کرد دیگه حاضر نیست اسم هیچ مردی رو روی بدنش خالکوبی کنه. یکی نیست بهش بگه آخه دختر مگه مجبوری چیزایی خالکوبی کنی که بعداً مجبور بشی بیفتی به جونشون تا بتونی پاکشون کنی. تازه بیرجه گفته بازیگری دست و پاشو بسته وگرنه تتوهای بیشتری انجام میداد. خدا رحم کرده ها. شماره 4. ادا اجه. ادا 3 تا خالکوبی کوچولو روی بدنش داره که به گفته خودش با اینکه کوچیکن همیشه موقع کار باعث دردسر شدن. یکی از خالکوبی‌های اون عدد 3 که عدد مورد علاقه اداست و یه داستان باحال داره. ادا برای انجام این خالکوبیش یه جای معروف توی لندن انتخاب کرد که ریحانا و آدمای معروف زیادی به اونجا میرن. اما وقتی کاتالوگ انتخاب مدل رو دید تازه ترس به جونش افتاد. در نتیجه از بین اون همه مدل خفن یهویی گفت 3 و با این انتخاب کلی باعث خنده تتوکارش شد. یکی نیست بگه دختر از ترکیه تا لندن برو 6 ماه تو نوبت بمون فقط واسه یه تتوی کوچولو اونم عدد 3. شماره 5. الچین سانگو. الچین یه خالکوبی عجیب غریب روی کمر خودش انجام داده که با اشتراک گذاشتن اون کلی باعث سورپرایز شدن هواداراش شد. یه جورایی همه کنجکاوم بدونن معنی این خالکوبی الچین چی میتونه باشه. شما چی حدس میزنید؟ شماره 6. هازال کایا. هازال کایا یکی از طرفدارای پر و پا قرص هری پاتره. اما فکرشو میکردین تا این حد باشه که کارش به تتوی نماد اون برسه؟ بله، هازال یه نماد از هری پاتر که مربوط به کتاب 7 اونه روی دست خودش تتو کرده. اما نگم براتون از جدیدترین و باحالترین تتوی اون. هازال که به تازگی مادر شده تصویری از خودش و پسر کوچولوش رو روی دستش خالکوبی کرده. شماره 7. ازگی مولا. ازگی عاشق حیواناست و 2 تا سگ به اسم سوشی و کوکی داره که عکسای اونا رو روی بدن خودش تتو کرده. به نظر من که راههای بهتر و مفیدتری از تتو واسه نشون دادن علاقه به حیوونا و حمایت از اونا وجود داره. نظر شما چیه؟
عضو کانال لنز بشین تا بگم براتون از نسلیان آتاگل و جان یامان و یه عالمه بازیگر معروف و ماجراهای تتوهاشون. شماره 8. نسلیان آتاگل. نسلیان چند سالی میشه که با کادیر دوقلو ازدواج کرده و اونا عاشقانه همو دوست دارن. نسلیان هم توی یه حرکت غافلگیر کننده برای نشون دادن عشقش به کادیر حرف اول اسم اونو داخل لبش خالکوبی کرده. اما خالکوبی داخل لب فکرش هم دردناکه. من که به شخص ترجیح میدم واسه نشون دادن عشقم گزینه‌های دیگه ای رو بررسی کنم. شماره 9. باریش آردوچ. هیکل باحال باریش با اون بدن روی فرمش خیلی کم جلب توجه میکنه که حالا اون روی بازوش هم یه خالکوبی بزرگ و متفاوت انجام داده. به گفته خود باریش این تتو نماد و نشونه یه قبیله باستانیه. شماره 10. جان یامان. هر کسی طرفدار جان یامانه سریال پرنده سرخیز رو دیده. پس حتما اون تتوی خفن روی سینه جان هم یادشه. اما میدونین اون یه تتوی واقعی نبود و هر دفعه برای فیلم برداری اونو روی بدن جان میکشیدن. چون جان قبول نکرده بود اون طرح رو روی بدن خودش خالکوبی کنه. به نظر من که حق داشت. آخه تتو کردن که به این راحتی ها نیست. تازه دردسرای پاک کردنش که دیگه بماند. اصلا چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ نه؟ شماره 11. مراد دالکلیچ. مراد یه خالکوبی روی دست خودش داره. اونم چیزی نیست جز نام خانوادگی خودش. قشنگ معلوم مراد حساب شده یه طرحی انتخاب کرده و یه چیزی نوشته که مثل بعضیا مجبور نشه اونو پاک کنه. مراد در مورد این خالکوبیش میگه اونو به خاطر پدر بزرگی زده چون اونو بزرگ کرده و چیزای زیادی یادش داده. تا حالا شنیدین خالکوبی باعث طلاق بشه؟ پس اینو گوش کنین تا بگم از خالکوبی کلمه دالکلیچ پرحادثه که دوست دختر سابق مراد روی پای خودش انجام داد و بعد از جدایی از مراد اونو پاک نکرد و همین مقاومتش برای پاک کردن کلمه دالکلیچ باعث شد بعد از ازدواجش با شوهرش سر این قضیه به مشکل بخور و جدا بشن. یکی نیست بگه آخه مگه مجبورین اسم عشقتون رو تتو میکنین؟ اونم عشقی که ازش مطمئن نیستین. شماره 12. کیواش تاتلیتوق. کیواش یه تتو روی این بازوش داره، یکی هم روی اون یکی بازوش. روی یکیش نوشته فقط خدا میتونه منو قضاوت کنه، اون یکی هم که عکس یه اژدهای رنگی رنگیه. البته این تنها نظر من نیستا، خیلی کامنت‌های منفی نسبت به این تتوهاش نشون دادن. انگار خیلی مورد پسند هواداراش نبوده. واقعا هم یه جورایی با هم همخونی ندارن دیگه. شماره 13. فهری اوجن. به نظر من که انتخاب طرح خالکوبی از تصمیم به انجام خالکوبی سخت‌تره. چون باید آدم همه جوانه با عواقبش رو در نظر بگیره. مثلا فهری روی کمرش طرح بال فرشته رو خالکوبی کرده که یه موقعی کلی مد بود، اما الان به شدت کلیشه‌ای شده. حالا فهریه یا باید همیشه این بالای از مد افتاده رو روی کمر خودش تحمل میکرد یا اونا رو با 1000 دردسر پاک میکرد. به نظرتون اون کدوم گزینه رو انتخاب کرده؟ شماره 14. برک اوکتای. میدونستیم نماد تیم فوتبال بشیکتاش ترکیه عقاب سیاهه؟ برکم که طرفدار دو آتیشه و متعصب این تیمه، این عقاب سیاه رو روی شونش خالکوبی کرده و با اشتراک گذاشتن عکسش کلی از طرف طرفداراش تحسین شده. عجب آینده نگری این برک ها. فکر کنید برک 1% میخواست به جای نشون دادن عشقش به بشیکتاش، عشقش به زنش رو اینجوری نشون بده و عکس زنش رو خالکوبی میکرد.
با اون افتضاحی که سر طلاقش به وجود اومد الان تو چه دردسری افتاده بودا؟ شماره 15. اونور سایلاک. دیگه همه میدونن اونور شوهر سابق توبا بویپوستون بوده و اونا 2 دختر دوقلو به اسم توپراک و مایا دارن. اونور روی سایدش حروف TMTO رو خالکوبی کرده که اول اسم هر 4 تایشونه و جالبه که حتی بعد از جدایی از توبا اول اسم اونو همچنان پاک نکرده. دقت کردین؟ هر کی اسم عشقش رو تتو میکنه کارشون به جدایی میکشه. خب نظر شما در مورد تتو چیه؟ فکر میکردین یه خالکوبی آدم رو توی اینجور دردسرایی بندازه؟ نظراتتون رو برای ما بنویسید و کانال لنز رو به دوستاتون پیشنهاد بدین.